دوستان عزیز، جوانان مسلمان بیدار شوید. اینایی که امروز به نام نمیدونم المسلمون و الموحدون و الفلان و این داعش مایش و اینا همه پروژه های استخبارات غربی هستن به خاطر از بین بردن مسلمانان. همین صلاح الدینشون که در هلند زندگی میکنه، همین بیشرف و پاسپورت هلندی داره سر جیبش. تو بگو پاسپورت تو رها بکن، تو مرد هستی، بیا در افغانستان همین حرفاتو در اونجا بزن تا به تو نشان بدن که یک نان چند فطیر است. رفتی در غرب نشستی زیر پرچم صلیبی، از اونجا داری داد و واویلا میکنی که والا این اینطوری است، این کافر است، این مسلمان است. یا ابو محمد مدنی در اوکراین پاسپورت اوکراینی سر جیبش است، از ترس اینکه حکومت اوکراین ببره در عسکری در جنگ با روسا کشته بشه، در خانه‌ای در سر مرز روسیه پنهان است. من همه اینا رو پوست اینا رو من در چرمگری میشناسم. بعد میان میگن که والا فلان کافر است و فلان مسلمان است. هر کدامش که حاضر است با اسم و رسم حقیقیش بیاد، من محمد انصاری اسم حقیقیم است، با اسم حقیقیش عکس پاسپورتشو شناختی کارتشو بفرسته، در برنامه زنده باش مناظره میکنم. نه با اسم ابو فلان و ابو علان و چهره خود سیاه بکنه مثل زنا چادری سر بکنه. بیا مسلمان بودن خودت ثابت بکن، بعد بیا دیگران رو تکفیر بکن. والله متعال قسم که من این را در اون سطح نمیدانم که حتی سر یک سفره با او بنشینم، 4 کلمه حرف با او بزنم. اولین مناظره من و تو هم چی خواهد بود؟ به شرطی که این دو شرط اول مد نظر گرفته باشه، مجهولیت تو بیرون بشه، حداقل من بدانم سطح سواد تو چیست، در کجا درس خوندی و چی خوندی. اینقدر سر و صدا میکنی، یعنی فکر نکن با این سر و صدا میتونی سر ما کلا بکنی. این سوادی یک کذابی، یک خیانتکاری، یعنی در علم خیانت میکنی، خیانت علمی تو به اوج رسیده، دروغ میگی. یک درس فراموش ناشدنی برایت خواهم داد که به تمام پیروانت و به 7 نسل تو باید یادشون باشه که چطور تو آدم کذابی هستی و خیانت علمی میکنی. متوجه شدی؟ ولی به شرط این که بیایی تو از حالت مجهولیت بیرون بشی. اینقدر سر و صدا میکنی، حداقل بگذار که 4 کلمه بگم برات. از سطح مجهولیت خارج بشی، من بدانم که سطح سواد تو چیه. این یک. ثانیاً بی‌ادب نباشی. اولین گفتگوی من و تو در اینه که جماعت دوله بر حق یا بر باطل. اینها مجاهد هستن یا نیستن؟ اینه که جماعت دوله بر حق یا بر باطل. اینها مجاهد هستن یا نیستن؟ درسته؟ بیا روی این قضیه انشاءالله با هم صحبت. و یک چیز دیگه، شیخ عبدالله ابن عباس وقتی که با خوارج مناظره میکرد از اونا درخواست دیپلم نکرد یا نگفت شما کجا تحصیل کردین؟ بله بارک الله فیک. اینها درخواست دیپلم بکنند، قسم به الله ما دیپلم را میتونیم الان در نزدم دیپلم که وجود دارد میارم اینجا در پخش مستقیم شیخ ابو عمر حفظه الله میتونم به شما نشان بدم، لیکن اونجا اسم تاجیکی، اسم پدر که تاجیکی به طریق روسی که نوشته شده در زیر کمونیست که 7 سال بودیم اوفی که وجود دارد، اینا میگن این تو نیست. در دیپلمی بگویم شهادتی تحصیل فارغ التحصیل وقتی که از مدینه منوره میشوید به شما رسم شما رو بر بالای دیپلم نمیزنند. و بالاخره اگر دیپلم آوردیم این کار میکنم، رسمم رو ایشون دادم، شاید اینها نقص بگیرن به چشم من، یا که به سری موی من که موی ریخته است، یا که به ریش من که ریشم نیست یا که کم است، یا که بگن که دندان تو یک کش کم است و است. بالاخره مقصدی اونها فقط با همین وسیله ما را به چشم مردم عامه بد نشان دادن است، زیرا که مردم عامه عادتاً به مسائل علمی از نظر علم نظر نمی کنند، از نظر مسائل غیر علمی که نظر میکنند به اونها این فریفته می شود. ما هم می توانیم بکنیم، لیکن این منهج اهل سنت است، این یک شرمندگی است و بالاخره عاقبت این کار بد است که الله خودش گفته است که عاقبت این بد است. و ما میگوییم که الحمدلله بسیار برادران افغان بودند که همراه اینها ما دوستی داشتیم در مدینه منوره و بسیار برادرهای تاجیک هستند که ما را میدانند و میتوانند که از همون منطقه من هستند. همه این منطقه که من اونجا تاجیکستان زندگی میکنم از من با خبر هستند که من کی هستم و بالاخره در کجا تعلیم و چقدر تعلیم دارم. اما این همه متهمی است. اما بالاخره منهج اهل سنت و جماعت همین است که یک کسی به نزد من بیاید، من ابو محمد مدنی، یا که به نزد شیخ ابو عمر حفظه الله بیاید و بگوید که من یک مسلمان هستم، انسان هستم. خیر اگر بیاید جن باشد هم به زبان انسانی سخن بکند، جن حتی بیاد به زبان انسانی سخن بکند و به من سوال بدهد و به من بحث و مناظره در مسائل اصول دین بکند، به من واجب است که جواب او را بدهم، یا که باطل بودن را به گردنم بگیر. حتی انا همین است.
این نیست که چهره واقعیت تو از کجای تاریخ چیست، کی تولد شدی و در کجا هستید، به کدام دولت ها رفتی، قدرت در روزیه چقدر است، پایافزال چند این ببین درجه دارد و غیر. این همه از کلمه های یک جوهلای اطفال هستند که این نشان دهنده است که از بحث علمی میگریزند. خیلی بیچاره در نزد کی تعلیم میگیرند؟ یگانه راه گریز این است. دیگر چگونه بگریزند؟ راه دوم نمود گریختن این است که ما دست و پا رو برداشتیم و ما میگریزیم بگویند. این رو گفته نمیشود و بالاخره با همین راه میگریزند که این معروف است و مشهور است. و سبب این است که در نزد علمای اهل سنت و الجماعت تعلیم نگرفتند، علما را ندیدند، منهج را ندیدند، اینها خودآموز است. از همین جد علما میگن که خودآموز عاقبتش گمراهی است. به منهج علما سرخ خم نکرد، العلم قال الله و قال الرسول و قال الصحابه که نگفت، عاقبتش همین است. بارک الله فیک. از اینا ما بری هستیم، بیزار هستیم، بغض داریم، کینه داریم، برادر ما نیست، در صف ما نیست، تا به روز قیامت بری هستیم. اعلان ابو عمر صلاح الدین نیست. از این بابت اعلان ابو عمر صلاح الدین نیست. به این متوجه باشین که به این فتاوای قلابی از این مردم بازی نخورید. یک و متوجه باشین که دین خدا، آخرت خدا بازیچی از این مردم نگردن. این کسایی که فتاوای قلابی میدهن، این کسایی که با می فتاوا تغذیه میشون و میخورن و مینوشن و در تنعم و در ترفه اینا زندگی میکنن. اینا را متوجه باشید که با آخرتتان بازیچی از این مردم قرار ندید. بیدار شوید. و ما دعوت میکنیم این جاهلان را، این بیچارگان را، این مسکین ها را، این دوچار شده ها به مذهب جهمی را به صفحه خودمان در ایما به انمین صفحه دعوت میکنیم. کدام روز که آماده شد بیاید و درونی مردم زیاده از چند صد نفر مردم گوش میکنند، همه کانال ها رو روشن میکنیم. قسم با الله، با حجتی شمشیر قرآن و سنت، این ما البته که کی بودنش و کی شدنش رو البته نشون میدیم.